مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله، ميامين عمالقة عظام، بدين محمد بالغ المعالي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی را سپاسگزاریم که برای من و شما بار دیگر توفیق بخشید که پیرامون شخصیت عثمان بن عفان خلیفه سوم اسلام باز هم بحث ما باشد. در جلسه گذشته پیرامون آزمایش سیدنا عثمان بن عفان و هجرت به سوی حبشه اشاره کردیم. آن سفر درس ها دارد. از جمله درس ها می توانیم بگوییم استقامت در راه الله سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی چی زیبا می فرماید: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. همانا کسانی که میگن پروردگار ما الله هست باید استقامت بجوین و دارای استقامت باشند. وقتی در راه الله سبحانه و تعالی استقامت صورت گرفت، تتنزل علیهم الملائکه، الله سبحانه و تعالی به کمکش و به نصرتش ملائکه را میفرستد. درس دیگری که سیدنا عثمان بن عفان از این سفر هجرت گرفتن این بود که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی دستور دادن که شما بروید به طرف حبشه یا به سوی حبشه، به اونجا پادشاه مهربان است و در زیر سایه او انسان مورد ظلم و ستم قرار نمیگیرد، اینجا سیدنا عثمان بن عفان درس مهر و محبت را آموخت. رسول الله صلی الله علیه و سلم چقدر شخصیت مهربان که مسلمان ها را میگوین شما بروید تا در جای در امن و امان باشید و در آنجا که میروند پادشاهی که عادل هست درس عدالت را سیدنا عثمان بن عفان از این سفر و در این راه و در مسیر هجرت می آموزد. سوم این که یک زعیم باید چگونه باشد. سیدنا عثمان وقتی میبیند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه مشکلات را در مکه تحمل میکنند، سیدنا عثمان وقتی میبیند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها دستور میدهند که شما بروید هجرت کنید، خود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه میمانند. اینجا سیدنا عثمان این درس را میگیرد که یک زعیم و یک مسئول و یک رهبر باید همیشه در خط اول قرار داشته باشد.
باید همیشه به مشکلات زیر دستان خود اول رسیدگی کند و باید متوجه افراد خود و متوجه لشکر خود باشد. درس دیگری که سیدنا عثمان از این سفر هجرت میگیرد این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی که سیدنا عثمان با همسر خود رقیه طرف حبشه حرکت میکنن، رسول الله میفرمایند صاحب هم الله. چی زیبا میفرمایند، صاحب هم الله، خداوندا یار و همراه عثمان و رقیه باش. یعنی رسول الله میفرمایند شما را من به خدا سپردم، بار الها من عثمان و رقیه را یا رقیه را به تو سپردم. و بعد میفرمایند ان عثمان لاول من هاجر الی الله. عثمان اولین کسی هست که هجرت میکند به اهلیه بعد لوط علیه السلام. یعنی الله سبحانه و تعالی هجرت به همراه اهل نصیب لوط علیه السلام کرده بود که با همسر خود هجرت کرد. سیدنا عثمان به این درجه و به این فضیلت نائل شدن که به همراه همسر خود و اهل خود هجرت میکنن. اینجا سیدنا عثمان ابن عفان این درس را گرفت که وقتی که اگر زیر دستتان طرف هجرت رفت و در راه و مسیری روان شد، او را به الله بسپار و خدا را حامی و مددگارش بدان. این به طور خلاصه و فشرده پیرامون دروسی که سیدنا عثمان بن عفان از این سفر هجرت گرفته بود. حالا اصل موضوع ما پیرامون رابطه سیدنا عثمان بن عفان با قرآن. سیدنا عثمان با قرآن چگونه رابطه دارد؟ رابطه سیدنا عثمان با قرآن چگونه هست؟ همه اصحاب نبی کریم صلی الله علیه و سلم تربیت شدگان مکتب قرآن هستند. همه با قرآن تربیت شدن. سیدنا عثمان ارتباط بیشتر و محکمتری با قرآن داشت. رابطه سیدنا عثمان با قرآن چگونه هست؟ چگونه رابطه سیدنا عثمان دارد؟ پیرامون رابطه سیدنا عثمان با قرآن ابو عبدالرحمن سلمی از کیفیت فراگیری قرآن، فراگیری سیدنا عثمان بن عفان که چگونه قرآن را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرا می گرفت بیان میکنه، به ما نقل میکنه. ابو عبدالرحمن سلمی میفرماید افراد چون عثمان بن عفان و عبدالله ابن مسعود رضی الله عنهما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 10 آیه می گرفتن تا تمام معارف این 10 آیه را نمی فهمیدن، به سراغ 10 آیه دیگر نمی رفتن. وقتی که این 10 آیه را با تمام معارفش می فهمیدن و می دانستن، می رفتن می گفتن یا رسول الله الان 10 آیه دیگر به ما بده که ما بیشتر و بیشترتر با فهم قرآن آشنا بشیم. احادیث زیادی هست پیرامون رابطه سیدنا عثمان بن عفان با قرآن. از حدیث دیگری که رابطه سیدنا عثمان را با قرآن بیان می کند اینه که وقتی ما می بینیم در بخاری در باب فضائل قرآن راوی حدیثی که بحث از قرآن داره سیدنا عثمان بن عفان هست. کدام حدیث هست که راویش از رسول صلی الله علیه و سلم او روایت میکنه
سیدنا عثمان روایت میکنه. کدام حدیث؟ وقتی میبینیم حضرت عثمان میگه قال رسول صلی الله علیه و سلم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. سیدنا عثمان از رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث روایت میکنه. کدام حدیث هست؟ حدیثی که همه ما میدانیم، بارها و بارها شنیدیم. رسول الله فرمودن، سیدنا عثمان میفرمایه رسول الله فرمودن خیرکم من تعلم القرآن و علمه. این حدیث را سیدنا عثمان روایت میکنه. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد میگیره و برای دیگران یاد میدهد. این نشان دهنده ارتباط سیدنا عثمان با قرآن هست. سیدنا عثمان میفرمایند اگر قلبهای ما از پلیتیهای دنیا پاک گردد، هرگیز از کلام پروردگار عالم سیر نخواهیم شد. الله اکبر. سیدنا عثمان چی زیبا میفرمایند، اگر قلب تو مسلمان آلوده به گناه و معصیت نباشد، وقت تلاوت قرآن، وقت زمزمه قرآن، وقت استماع قرآن چنان از قرآن لذت میبری که هنوز اظهار عطش و تشنگی میکنی، میگی هر لحظه قرآن بشنوم، هر لحظه قرآن تلاوت کنم و هر لحظه با قرآن سر و کار داشته باشم. مهم این است که قلب تو مسلمان پاک بشه و قلب تو مسلمان با نور توحید و یکتاپرستی جلا پیدا کنه. و همچنین سیدنا عثمان رضی الله عنه میفرمایند سه چیز در دنیا برای من نیکو هستند. سه چیز را در دنیا دوست دارم. چیست؟ اول سیر کردن گرسنگان. دوست دارم یک گرسنه را سیر کنم. دوم پوشاندن برهنگان، کسی لباس نداشته باشه من او را لباس بپوشانم. سوم تلاوت قرآن. سیدنا عثمان میفرمایند در دنیا این اعمال برای من لذت میده، من اینها را دوست دارم و اینها مورد پسند من هست. و همچنین جای دیگر سیدنا عثمان میفرمایند 4 چیز هست که ظاهرشان فضیلت و باطنشان واجب هست. خیلی مهمه. 4 چیزه، ظاهر اینا فضیلت هست ولی باطناً واجب هست. چیست؟ اول همنشینی با صالحان یک فضیلت هست، اما متابعت الصالحان واجب هست. همنشینی با علما فضایل هست، اما متابعت از علما واجب هست، از علمای ربانی، از علمای حقیقی، از علمایی که قال الله و قال الرسول میگن. دوم میفرمایند تلاوت قرآن فضیلت هست. خیلی مهمه. تلاوت قرآن فضیلت هست، اما عمل به قرآن واجب هست. سبحان الله. چی نکات زیبای سیدنا عثمان بن عفان. نشستن با صالحین فضیلت، اما متابعت از صالحین یعنی از علما واجب. تلاوت قرآن فضیلت، اما عمل به قرآن واجب هست. و همچنین رفتن به زیارت قبور فضیلت هست. می رویم در زیارت قبور، تزهد الدنیا و تذکر الاخره، انسان از دنیا بی رغبت میشه و رغبتش طرف آخرت میشه، یک فضیلت هست. اما آماده شدن به مرگ واجب هست. باید هر کدام ما آمادگی داشته باشیم برای مرگ، برای آخرت. 4 که میفرمایند عیادت مریض فضیلت هست، اما اجرای وصیت و سفارش او واجب هست. پیرامون رابطه سیدنا عثمان بن عفان
با قرآن احادیث زیادی داریم. سیدنا عثمان همیشه مصحف را به دست داشتن، همیشه قرآن را به دست داشتن. قرآن به دست نابود، همیشه در آغوش نابود، همیشه به دست مبارک بود. حتی وقتی مردم می دیدن سیدنا عثمان ابن عفان را می گفتن مرد با برکت آمد و کتاب با برکت در دست دارد. الله اکبر. سیدنا عثمان چنان رابطه با قرآن داشت که به بین مردم معروف شده بودن. وقتی می دیدن می گفتن مرد مبارک آمد و کتاب با برکت در دست داره. نکته دیگری که سیدنا عثمان پیرامون قرآن می فرماین، چی می فرماین؟ سیدنا عثمان می گوین هر انسانی که روزانه چشمش به قرآن نیفتد، الله اکبر، هر مسلمانی که هر روز با قرآن ملاقات نداشته باشد، یعنی آیه از آیات قرآن، سوره از سور قرآن را تلاوت نکند، در حقیقت این انسان در خسران و زیان قرار دارد. سبحان الله. رابطه سیدنا عثمان، رابطه سیدنا عثمان با قرآن. انشاءالله ادامه این بحث که رابطه سیدنا عثمان با قرآن چگونه بود، در نماز چگونه تلاوت می کرد و در لحظات اخیر که از دنیا رفت به چی وضعیتی، چی رابطه با قرآن داشت و مسائل دیگر انشاءالله بعد از یک میان برنامه ارتباط به رابطه سیدنا عثمان با قرآن بعد از میان برنامه در خدمت خواهیم بود. با ما باشید. الأولون من المهاجرين والسابقون الأولون من المهاجرين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله از پیشگامان نخستین که همان مهاجرین و انصارند و کسانی که به نیکی از آنان پیروی نمایند راضی است و آنان نیز از الله خوشنودند و الله برایشان باغ‌هایی آماده کرده که از فرودست آن جوی بارها جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این رستگاری بزرگ است. مجددا خدمت همه عزیزان و بزرگواران السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پیرامون رابطه سیدنا عثمان با قرآن. سیدنا عثمان می‌فرمایند بدترین روز بر انسان مؤمن کدام روز هست؟ بدترین روز. شاید خیلی از انسان ها فکر کنن که ما معامله درستی امروز در تجارت انجام ندادیم یا مثلا خسران در تجارت شده، این بدترین روز هست و بالاخره مسائل دنیوی مد نظر داشته باشیم. سیدنا عثمان چی میفرمایند؟ میفرمایند بدترین روز
برای انسان مؤمن و مسلمان همان روزی هست که انسان چشمش به قرآن نیفتد. الله اکبر. هر روز به سراغ قرآن باید رفت، هر روز با قرآن باید چنگ زد. واعتصموا بحبل الله جمیعا، چنگ بزنید به رسمان خداوند، رسمان الله که همان قرآن هست. سیدنا عثمان بدترین روز برای انسان روزی میدانند که چشم انسان به قرآن نیفتد. سبحان الله، سیدنا عثمان چی رابطه محکم با قرآن دارد. و همچنین سیدنا عثمان رضی الله عنه در یک شب کل قرآن را به نماز تلاوت می کند. امروز ما شاید به یک هفته، شاید به یک ماه و شاید هم به چندین ماه قرآن را کاملا تلاوت نکنیم. سیدنا عثمان چنان رابطه با قرآن دارد که به یک شب، به یک رکعت قرآن را کاملا تلاوت می کند. این رابطه را ببینید با قرآن، این عشق را ببینید با قرآن، این محبت را ببینید با قرآن و این انس را ببینید با قرآن. یک شب به یک رکعت شب را به صبح میرساند، به یک رکعت کل قرآن را عثمان ابن عفان میخواند. هنگامی که شورشیان بر خانه عثمان ابن عفان حمله میکنند، همسر سیدنا عثمان چی میگوید برای شورشیان؟ چی میگوید؟ میگوید شما کسی را میخواهید بکشید که نمازش، یک رکعت نمازش شب را تمام میکند و بر همان رکعت کل قرآن را تلاوت کرد و کل قرآن را تلاوت میکند. چنین شخصی را میخواهید بکشید؟ یعنی سیدنا عثمان ابن عفان چی رابطه با قرآن دارد؟ و دیگر این که سیدنا عثمان ابن عفان جامع قرآن هست. در قسمت سیدنا ابوبکر الصدیق ارتباط به جمع قرآن اشاره کردیم. در زمان رسول صلی الله علیه و سلم قرآن جمع بود، حافظان قرآن بودن و قرآن جمع بود، اما متفرق بود. این که این قرآنی که ما از سوره الحمد، سوره فاتحه شروع میشه به سوره ناس ختم میشه، به زمان رسول صلی الله علیه و سلم قرآن جمع بود، ولی متفرق بود. یک جز به یک جا بود، یک سوره به یک جا بود و بالاخره روی یک چیز نوشته بود، اما کل قرآن موجود بود. در سینه ها حفظ بود کل قرآن. به زمان سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه قرآن را با یک مصحف جمع کردن که در قسمت های بحث سیدنا ابوبکر صدیق اشاره شد که در ابتدا سیدنا ابوبکر صدیق مخالفت می کند و بعد الله سبحانه تعالی سینه او را شرح می دهد و سیدنا ابوبکر صدیق این کار را انجام می دهد. قرآن با لهجات مختلف نازل شده بود، سیدنا ابوبکر صدیق با لهجات مختلف جمع کرد به یک مصحف. بعد از این که سیدنا ابوبکر صدیق از دنیا میخواست تشریف ببره، اون را تسلیم ام المؤمنین حفصه کرد و زمانی که اون را و بالاخره تسلیم سیدنا عمر کرد و سیدنا عمر وقتی که به عنوان خلیفه قرار گرفت دست سیدنا عمر بود. وقتی سیدنا عمر از دنیا میخواست تشریف ببره، این مصحف در خانه ام المؤمنین حفصه قرار گرفت. هنگامی که سیدنا عمر از دنیا تشریف بردن، سیدنا عثمان ابن عفان
به عنوان خلیفه مسلمان ها قرار گرفتن، اینجا آمدن از حضرت عثمان درخواست کردن که فتوحات زیاد شده، اسلام در سرزمین عجم ها رسیده، الان در فلان شهر در قسمت لهجات قرآن اختلاف صورت گرفته. از حضرت عثمان خواهش کردن، درخواست کردن که باید که قرآن با یک لهجه و او هم لهجه قریش جمع بشه. سیدنا عثمان ابن عفان جامی قرآن را همه را جمع می کند، قرآن را جمع می کند، به صدا می زند زید ابن حارثه را که این قرآن جمع شود و با لهجه قریش و سایر لهجات کنار گذاشته می شود و بالآخره لهجه قریش و او جمعی که سیدنا عثمان رضی الله عنه نمود تا به امروز همان مصحف عثمان ابن عفان. این رابطه سیدنا عثمان با قرآن هست. اگر امروز این مصحف و این قرآن را میبینید چی در دست عرب هست و چی در دست عجم، در تمام کشورها که میبینید قرآن با لهجه قریش خوانده میشه. این ترتیب و این جمع به وسیله عثمان ابن عفان که این هم نشان دهنده رابطه سیدنا عثمان با قرآن هست. سیدنا عثمان با قرآن چگونه رابطه دارد؟ سیدنا عثمان میگوید هر لحظه و یا هر روزی که چشم مسلمان به قرآن نیفته اون روز بدترین روز هست. گفتیم که سیدنا عثمان قرآن را چنان به دست داشت و همیشه به آغوش داشت که مردم وقتی میدیدن میگفتن شخص مبارک با کتاب با برکتی آمد. حتی لحظات اخیر که انشاءالله پیرامون شهادت سیدنا عثمان مفصل صحبت میشه، فقط چون رابطه سیدنا عثمان با قرآن اشاره هست یک اشاره مختصر میکنم. سیدنا عثمان لحظاتی که از دنیا میروند در چه حالتی قرار دارن؟ در حال تلاوت قرآن. الله اکبر، چی انسی و چی محبت با قرآن هست. در حال تلاوت قرآن وقتی شورشیان حمله میکنن سیدنا عثمان قرآن تلاوت میکند. این آیه مبارکه در حال تلاوت این آیه مبارکه هستند. سبحان الله، او هم آیه‌ای که وصف اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و دشمنان صحابه را متوجه می سازد. الله سبحانه تعالی می فرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان شما مثل ایمان صحابه بشه فقد اهتدوا، شما هدایت می شوید. الله سبحانه و تعالی میگه اگر ایمان شما مثل ایمان ابوبکر و عمر و عثمان بشه شما هدایت می شوید. اگر ایمان شما مثل ایمان علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر بشه شما هدایت می شوید. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر شما پشت کردید، اگر شما بدگویی صحابه را و اصحاب رسول الله را کردید شما در شقاوت هستید. سیدنا عثمان این آیه را تلاوت میکنه. ابن کثیر میفرمایه اولین قطره خونی که از سیدنا عثمان ریخت بالای قرآن چکید. آن قطره خون هم در کدام؟ در این آیه بر روی کلمه فسیکفیکهم الله. الله اکبر، فسیکفیکهم الله. الله برای تو کفایت میکنه. این دشمنانی که با تو ظلم میکنن و ستم میکنن و در پی قتل تو هستن متوجه باش که فسیکفیکهم الله، الله برای تو کافی است.
خون سیدنا عثمان بر روی این آیه و بر روی این کلمه که این هم از کرامات و از او بزرگی و عظمت سیدنا عثمان را نشان میده که الله میخواه که نشان بده برای همه که الله حامی عثمان هست، الله پشتیبان عثمان هست، کفایت میکنه الله برای عثمان. فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. الله سبحانه و تعالی شنوا هست و دانا هست. این رابطه سیدنا عثمان که در لحظات شهادت باز هم با قرآن، با تلاوت قرآن. خلاصه سیدنا عثمان عامل قرآن هست، به قرآن عمل میکرد. سیدنا عثمان حامل قرآن، همیشه قرآن را به آغوش داشت. سیدنا عثمان حافظ قرآن، سیدنا عثمان جامی قرآن، سیدنا عثمان کاتب وحی، نویسنده قرآن، سیدنا عثمان شهید قرآن. این بود به طور خلاصه و فشرده پیرامون رابطه سیدنا عثمان با قرآن. حالا ملازمت و مصاحبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم چیز واضح و مسلم است. سیدنا عثمان در مکتب قرآن وقتی اینقدر رابطه با قرآن داره، همه این روابط سیدنا عثمان از ملازمت و مصاحبت با نبی کریم صلی الله علیه و سلم هست. معلم خوب داره سیدنا عثمان. وقتی میگیم رابطه سیدنا عثمان با قرآن، همه درک و فهم و عشق و محبتی که سیدنا عثمان با قرآن داره همه را از نبی کریم صلی الله علیه و سلم می آموزد. انشاءالله این که حضور و همراهی سیدنا عثمان در میدانهای جهاد با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چگونه بود، اگر عمر باقی بود به جلسه بعدی انشاءالله در خدمت خواهیم بود. الله سبحانه و تعالی همه ما را توفیق بده که همچون عثمان ذوالنورین انس با قرآن داشته باشیم، محبت با قرآن داشته باشیم، سر و کار با قرآن داشته باشیم، هر روز برویم به سراغ قرآن، تنها قرآن را به بوسیدن اکتفا نکنیم، نگاه کنیم قرآن به ما چی پیام داره، قرآن به ما چی دستور میده، دستورات خود را از قرآن و سنت رسول صلی الله علیه وسلم بگیریم. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خدای یگانه می سپارم. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له آل النبي الغر نالوا، فآل المصطفى أكرم بآله.